همیشه در سختی ها با خود می گفتم این همه می گذرد، ولی اکنون فهمیدم هر آن چیزی می گذرد عمر من است، نه سختی ها. کسی را که دوست می داری آزادش بگذار، اگر قسمتی تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. برای همین برادران عزیز تنها با خدا دل بندید، یاد خدا کنید، خدا را دوست دارید. Waiting for something to happen.